سال 2020 ساعت 18 در موضع سرحدی کمکزاری جماعت دهاتی چارکوی نایه اسفره مناقشه سرحدی به وقوع پیوست. سبب مناقشه از جانب شهروندان جمهوری قرقیزستان به طور خودسرانه از خود کردن 4 گکتار زمین طبق سندهای معیاری حقوقی به جمهوری تاجیکستان تعلق داشته می باشد. سرچیان جمهوری قرقیزستان به جای آنکه از مناقشه پیشگیری کنند نقش ایواغرانه بازیده به سوی شهروندان به سلاح تاجیکستان یراق آتشفشان تیر خالی کردند. در نتیجه شهروندان جمهوری تاجیکستان فاضلوف فضل‌الدین سال تولدش 1983 و شریپوف ایام‌الدین سال تولدش 1971 سخت زخمدار گردیدند. در نتیجه چاره‌جویی‌های دو جانب وسیع‌شوی نزاع پیشگیری کرده شد. بین طرف‌ها صاحب سرحدبانان جمهوری تاجیکستان و سرحدبانان جمهوری قرقیزستان و مقامات حاکمیت دولتی هر دو جانب بهر پورا به اعتدال آوردن وضعیت گفت و شنید ادامه دارد.